با درود و سلام خدمت یک شما دوستان گرامی. امید است که هر جای دنیا هستین جور و آرام صحتمند باشین. خوش آمدید به اولین ویدیوی آموزشی چینل یوتیوب ترفند آموز. بنده حسین حیدری در خدمت شما هستم. در این ویدیو قرار است چگونگی ثبت نام لاتری آمریکا را برای شما از 0 تا 100 آموزش دهم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. خب دوستان عزیز، برای شروع ثبت نام وارد برنامه کروم میشویم و وارد لینک ثبت نام. وقتی لینک ثبت نام رو باز کردیم یک پاسورد رو باید درج بکنیم. خب پاسورد رو وارد کردیم. وقتی وارد سایت شدیم اولین مرحله نام است که اول باید نام فامیلی بزنیم. مثلا ما اسم فامیلی خودم میزنیم حیدری، نام خودم حسین، بعدش نو میدل نیم میزنیم، جنسیت مرد رو انتخاب میکنیم، بعدش میرسه تاریخ تولد انتخاب میکنیم، اول ماه، بعد روز، بعدش هم سال میرسه. مرحله چهارم جایی که شما تولد شدید، شهری که شما تولد شدید، مثلا من کابل میزنم. مرحله پنجم میرسیم به کشوری که شما تولد شدید، مثلا من افغانستان میزنم. مرحله ششم که است آیا کشور شما واجد شرایط است یا نیست، این انتخاب میکنیم که انتخاب شده کیست که افغانستان واجد شرایط است برای ثبت نام. مرحله هفتم آپلود عکس که از این قسمت عکسی که ما قبلا در نظر گرفته بودیم و ساخته بودیم این را آپلود میکنیم. بله دوستان عزیز، به همین راحتی عکس آپلود شد. مرحله هشتم آدرس است که در این قسمت اول نام خود میزنین، بعد جایی که شما زندگی میکنین. مثلا من میزنم شهید مزاری رو، سوم ناحیه 13 کابل، دوباره هم کابل رو میزنیم. بسیار دوستان عزیز در این قسمت که است پستال کد بسیار مهم است. پستال کد باید وارد کنیم. مثلا پستال کد برچی است 1006 و کشور انتخاب میکنیم افغانستان. کشوری که فعلا شما زندگی میکنید افغانستان. شماره تلفن میزنیم اینجا. بعد ایمیل آدرس رو باید بزنیم، ایمیل آدرس. بعد مرحله 12 میرسیم به درجه تحصیل. اگر شما فارغ صنف 12 هستین های اسکول دیگری انتخاب کنید. اگر فارغ دانشگاه هستین میتونید یونیورسیتی دیگری را انتخاب بکنید. مرحله 13 میرسیم به وضعیت تأهل که آیا ازدواج کردین یا نکردین، مجرد هستین. مثلا من میزنم آن مرید یعنی مجرد. بعدش به همین راحتی دیگر چیزی نمونده و کانتینیو رو میزنیم. یک کمی اینترنت من فکر کنم ضعیف است.